سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. اگر امکانیت باشه همون روشنی را طرف اختون بگردونن که همون چهره مبارک تا همین نجسای رحمانوف خوب ببینن. من راستیش اکا من درباره قصه می اکم نقل کرد. من گفتم کم ترک درد دل دارم منم بگم. من جبر دیدم. من بهترین. من ممکن بشناسه خیلی بسیار آدم ممکن من بشناسن وای نیست که معرفی کنم خدمت. اشقلب که ای سال 2016 هم سال من دادر عبدالرحیم واسیفم شف نکنه شفتالو گپ زنی. مشکلی است بفرما. انا اشقلب که هم برادر محکم کردن. من پاسپورتم بچیدگی بود، پاسپورت تاجیکی خارجیش رفتم پاسپورت دیگه کردم گفتم به تیم مخای اشقلب که ندادن گفتن که اکای تو خیلی تروریست های نمیستروی. من گفتم خیلی تروریست خود значит تروریست اوکی خب محکمش کنه خود تروریست باشه تمام تروریست در کار نیست. اشقلب که خیلی برادر من این قصالا در مسکو شیش این سوس شید اشقلب بردنش به تاجیکستان محکمش کردن 23 سالش دادن. من گفتم که میسود چبیور مولتر پاسپورت همتی 2016 اگر در هم 2016 رفته است دولی. خب بعد حق میسود آوردم گفتن که تو خیلی کرده انا تو نمیره که رفته و در هم گروهات شامل نشه. من اکا نه به شما شاملم نه دبایو شاملم نه در یگان کس. من یه مهاجرم نخه بنا میالا جونم ای همیجان تا هم جمع بودن در سر میام مهنم در غما. در همین جمع وقتی که در بگیم که پیش از این بگیم صحبت‌های ویدیویی و پیش از این استودیو یک شعر ما میخوندم درباره پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم ره مگردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. پیش گفتم زمان یک برادر همین خیل تماس میگیره بعد سالها در لوبلینا یک جا کار میکنیم بعدا همین خیل خیلی ماده زن دارم من این خیل دارم من اون خیل دارم پول نچلیکاش ورتالیات تفای ورتالیات گپ میزنه. خب ما چند وقت صحبت نکرده بودیم بعدا خیلی حوزی ما این اشتیاق ما تنجم خوب گفتم بخود بفرما بعدا یک کم تر میره بعدا آیسته آیسته خیلی شروع میشه میگم بیا از سیاست دور بیا شروع کنیم که یگان گپ زنیم چه خیلی دیگه در جایی بود بعد شروع میکنه خیلی خلاصه رفتم نه تشید نه تشید بعد گفتم که ایت پروستو ایقا پرابلم ای طرف حکومت ترا کدگیان تو دیگر ما چی جایی است که ما ترا سحر جادو کنم پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. این طرح او گریه و ناله کرد که ما اوتری نمیتونستم. ما اگر هر چقدر کوشش کنم که یک انسان بخواهم که مبارز بشوه و حقگو بشوه در مقابل رحمانوف ایستاد بشوه ما هزار یک نمود بگم که مثال بگم مبالغه و کنایه بزنم که نه که این خیلی که او پرابلم ها را دیده بده این خیلی او گپ زد اون خیلی من نمیتونستم. همون چیز در یادم اومد خودت میگوی که من نه اون طرفم نه این طرفم ما یک مهاجرم جان در انمی جا آمدگی اکی تصور کنده تی دیگر ما چی بگم اکی دیگر بخشش ده من میبرم میرم با حضر برادر برن مقصد نوحقم هدف من ایجا برمده گپ زدن مقصد یکون رکلام نیست که مثال ما یکون وای کنم ایجا جای نمکتی نیست حکمتیو مقصد من همینه که چرا شما در حکمتیو برسونم که یک کانال روی کنن من زنگ زنم درد دل ما بگم من با گروه 24 زنگ نزنم یا که با اونو برادر محمد صابر زنگ نزنم درد دل ما بگم برای که شما اینو را یا اکستریمیست میگه یا که تروریست شو میگه شما خوی کنه کانال روی کنه مادورا تروریست بس من همین خیلی من میلیارد آدمو اشغال بکا مقصد که پیام من برسه آدمو که مادورا من میدونم که من تماشا دارم من اول دیدن شناختنم کیام پگای خونه میرم من میدونم اینو ما اکید بروان شما یه مردم من روسی یک چند روز پیش یک آدم خلاصه گفت من 4 دقیقه دیگه گپ میزنم 2 دقیقه دیگه من که نبرو میرم بیا اشقلب که مقصد پاسپورت من ندادن من دیگه پاسپورت کردم با پلی وازبین ای بانک قرض کردم 13000 سومون همون 13000 سومون
من دستر هم پاسپورت خارجی زدگیم نوم الماز مولانورов کردگی اومدگیم سکرت نیست یگون چی نومم الماز مولانورов ای نکی در اصل فامیلیام دیگه میدونم من نکی من این نوم بگم تو کی مقصد بکویم اگر در کارت باشم در کارت نباشم زنگ بزنید نمره تلفن ما بگیری میگم 963 158 71 22 ایمو واتساپ وایبر همه نمود جوندوره همین اینترنت دارم مقصدم شما پاسپورت من شما نمیتیه 2016 تا امروز پلاس سپوریدم تا همین روز چون نمیتیه من با دیگه پاسپورت تاجیکستان اگر من اوقا خوینی ملت باشم اگر من مثال ضرر رسون به جامعه باشم مثال شما من اون پاسپورت نمیداده من نمی اومدم نه که من امروز اومدم من یگان کاری خطاگی نکردم من هم که هستم زن و فرزند میخورم من 4 تا فرزند دارم مثال قفای زندگی خودم بله خیلی خوب ما فهمیدم هدف شما را فهمیدم شما موضوع امروزه که بود امروز نقض حقوق انسان شده است که همه که حقوق تو پایمال شده باشه آیا این را از حقوق از پایمال شوی حقوق خودت میدونی همیرا من فهمیدم که همیشه گپ درباره حقوق من گفتم به همین حقوق من پایمال شده اگه من همینجا بگم که هم پاسپورت من چون نمیتونم تا همین روز 2016 تا این 2021 ساعت اینا 10 شده است کنی و کسایی که از رحمانوف دفاع میکنن میگن تاجیکستان 100% نشتی اگر اون رحمانوف دیگه یگان آدم خیلی نیست که از رحمانوف آشکار ببره گپ زنه هست یگان مردک یا که هم رحمانوف فقط همین زنکا دفاع میکنن کو کسایی که تهدید میکنن کو کسایی که ببرین کو یک ببینیم تو کو چقدر با قدر قوت دارین نبر آمدن اینها در اینترنت که در این دلالت کننده این است که حکومت ضعیف است حکومت والله قسم به مسرکوهای گروه 24000 زدگی ایش میگه ببرید گپ زنه اوش میگه ببرید گپ زنه به مسرکوهای گروه 24000 زدگی این قدر حکومتی که دبدبه و وایمه و ای را زندان میکنه و او را میکشه بیاین وزیر ما فقط نمیجه فقط میشینم تو گپ زنم روی ازو اینه برادر گپ زنه یک آدمی بگم فهمیده بیایه مسئول بیایه اون کسایی که اونها مسئولیت امروز و فردای مردم به عهده گرفتگیان کنی دک جان فرمان بر آخر به مهان گوش به خدا شد کی دادی ما را میشنوه کو مسئولین بیاین من برای حقوق گفتم برادر من پیش تنکه بردگی 12 شبانه روز گفتم برادر به غز شته یگان تسم دادگی نیستم من در یگان چه علم نمیکنم من ای زن حقارت کردن ای مادر حقارت کردن ای پدر ای همه چیز داشتم حقارت کردم من در یگان چه علم نکنم ای زن ای مادر ای خواهر میگو یا خدا را دشنام میکنن تو زن مادر برای اینا یک چیز عادیه یا به خدا تا دشنام میکنن او خدایی که ما عبادتش میکنن والله او را دشنام میکنن من زبسها دارم دلایل دارم در این باره اون باور کنن که هی برای چرا این اوچه و اپا و این چیزا پروست همین سریاسکا سلا باشه دگن برای اینا را مقصد 100 نفر به خدا قبول کنم تلفن هر کسی که با مقامات روبروش است هیچ کدامش همچون یک انسان معامله انسانی با اون جنایتکار حتی باشد یک انسان بیگناه یعنی هیچ وقت یک معامله انسانی نمیکنن اینا ایجابیا چایترا پایترا خواهریترا یا فقط درنگی که نمی آدم فیراد میکنه که برادر عزیز مرحمت ایبر بالا بگذار بیا دوست تا آب بگیرم یا لا امید صحبت شو هموای یا این خیلی میکنن برای مردانک میزنن تا هموایی که میزنن تا با میبرویم بیرن در پشت در وقتی که یکان اولاد تای اجداد تای یا اوتا تای یا اوچه تای کدامش کشتگه با پیشی او میایه میگه قم شنخه من خودم همه جا باشه ما او را میبرورم نمی قدر سمقتی بله ای هموایی که یک لحظه فقط یک زنگ تلفنی در واتساپ قبول کنم کسانی که از رحمانوف دفاع میکنن همونا باشن که ببینیم که درباره این نقض حقوق انسان در تاجیکستان چی نظر دارن آیا واقعا حقوق انسان نقض میشود یا که چی میگن بله بله خب
برادری که در ایما با ما هستین، شما چی گفتنی هستین؟ آیا شده است در حیات شما کدام حادثه یا واقعه که حقوق شما پایمال شده باشه؟ بله برادر، بله. ما وقتی که اگر گوش کشته باشن، وقتی که ما مقصد نوزن بودم، زن گرفتم مقصد، وقتی زن ما زکس فایرات کردم مقصد که برای زکس کردن رفتم مقصد ما زن ما مقصد سطر مقصد کم که مقصد در پیش یمو بدبختای حرامزاده مقصد یگم جوش مقصد نتوا. وقتی ما زکس در آمدم اونجا یک زنک شیشتگی بود. وقتی در آمدم گفت که اینجا با سطر ممکن نیست در آمدن. ما گفتم چی با ممکن نیست؟ خیلی یک قانون گفت رئیس جمهور مقصد شما باید که سطر مقصد سر زنتون مقصد بگیرین بعد بدروین در چیز زکس ده. ما گفتم کدام قانون در کجا گفته که همین سطر مقصد بگیرین؟ میگه قانونی مقصد رئیس جمهور های. ما رئیس جمهور مسلمان نیست مقصد که تو سطر الله که فرض های که تو فرض الله میگیری مقصد ای مرگ گرفته نمیتونین. فردا روز قیامت همه یک جا میریم پیش هم الله. روز قیامت شما چی جواب میتین داری؟ یک کسی گشت همونجا مقصد خیست اومد بسر مرا، ما کم پدرم خطیم بود والله قسم اگر همون زنه کنی ترد پرد میکنم مرد چنی نه که ما را در همون اولاد مقصد در همون اولاد برادر ما باشه هم تری گفتن ما والله قسم همون پدرم کم تره هم گرفته گنه والله قسم ما در همونجا یا میکشتم شما یا میکشتم نو خرا داشتم دیگه. درست برادر. مقصد همین قانون مقصد همین قانون الله که مقصد انسانیت مقصد هر یک مرد مسلمان هر یک زن مسلمان مقصد همین قانون باید که رعایت کنه. او مسلمان نیستن در حکومت شیشتگی هم در سر وظیفه. اگر الله بترسن بله اگر الله بترسن بیرانه میروان و خب راستی در بین اونها هستن جوان مردایی که اونها دلشون میسوزه، اونها منتظر هستن که هر چقدر که مردم بیدار شدن میگیره اونها روحیه گرفتن میگیرن. اونها یک آرزو و امیدشون در بیدار شوی ما و شما میبینن. یعنی که از داخل کشور هم حتی انسان هایی که در لباس حربی هستن اونها هم حتی امروز از همین رژیم رحمانوف بیزار شدگی هستن. خب یک لحظه. خب برادری که در واتساپ تماس گرفتگی هستین سلام علیکم. سلام علیکم آقا خوبی تنجی؟ خدا را شکر میشود. فقط ما زنگ را قبول میکنم در این رقم در واتساپ کسی که از رحمانوف دفاع میکنه. زنگ میزنم یا سوال دارم 3 مشت زنگ میزنم تلفن رو نمیگیرن التماس نکشن برای همین حقوق میگن برای همین. خب مثال زنگ میزنن حقوق هم تنجای هیچ کاره هیچ نمیگه 100% زنجیر قد دستاتون نبستیان همه تنجای میگن مثال و همه ادامه همین دولت تن حکمت هم اگه دین یا ویدیو را نگاه کردیم یا رابط شاید کار میکنه داشنو میشودن دو کسا بردن در دروی ماشین لغت کردن برش کردن همین کجا بله اون ویدیو رو من دیدم. بله خب اینجا یک برادرایی که من نمیدونم که این برادر یکون پیغام نوشتنی به دستم از او موند است. اینجا یک فونکسیای دیگر به نام سوپر چت است. اونو با البته بگیم که پلاتنی هست. کسانی که کدام پیغام دارن برای مردم میرسونن یا که خطی کدام گفتنی هستند که میخواهند در این سکرین ما نشان بدیم برای مردم بگذاریم و پیغامشان برای مردم بخونیم. با این شکل میتونن که هم بگیم یاردم شما برای مبارزه و برای مبارزان می شود و دیگر اینکه پیغام شما هم خوانده می شود و هم در سکرین گذاشته می شود. اینجا یک برادر $19 گذراندگی است در همین سوپر چت. برادر تشکر زیاد. خداوند این خیر شما را به درگاهش قبول بکنه. خلاصه به این شکل هر کسی که کدام پیغامی که داشته باشه حداقل یک چیز نوشته کنین که این هم پیغام شما برای مردم رسانده شود و اینجا خوانده شود و هم کمک شما برای مبارزه می شود. سلامت باشین. خب برادری که در ایمو تماس گرفتگی هستین تشکر زیاد. اینجا ما
یک زنگ دیگری قبول میکنیم در واتساپ، انشالله که باز در آینده هم صحبت میشیم. سلامت باشین برادرها، سلامت باشین. زنده باشین. خب برادرایی که در استودیو با ما هستین، برای شما هم تشکر. اینجا دیگرها هم آماده داخل شدن در استودیو هستن، اما متاسفانه اونها با چهره نیستن و من اونها را قبول کردن نمیتونم. کسانی که بدون چهره با آواز میخواهند تماس بگیرین، میتونن که در واتساپ و ایمو تماس بگیرین. زنده و سربلند باشه برادرایی که در استودیو با ما هستین. پناه خدا نگهبان تو باشه. همین گفتنیم که مقصد برای همه آدمای حکمت داره گفتم که یک کانال اگر یوتیوب بوی کردن نتونه، من پروگرامیست نیستم، نه که من عقل میگیره که یک تا یوتیوب بوی کنم، من خیلی کانال بوی کنم. لوگین پارول میتونید تو چهره زمین برادر اشرف حسین. اگر شما مثال من وای نکنه که نمرم در بالا ذکر کاگی بدم، واتساپ وایبر ایمو هم چی دارم، زنگم بزنه هوی میکنه میتیم تو. مقصد این مردم با اینو را زنگ نزنن، با شما را پرما ایفیر بختو زنگ زنن، درد دلش مردم بگه. ما ایجا گپ زنیم گناهگار فقط در میره. شما بله تشکر برادر. ما ان شاء الله که پیغام شما رو گرفتن. و علیکم السلام. در واتساپ تماس گرفتگین بفرما. موضوعی که امروز گذاشتیم برادر شما از رجل، ما امیدوارم که کسانی در واتساپ تماس بگیرن که اونها مخالف رژیم رحمانوف هستن، اونها از رحمانوف دفاع میکنن. اگر شما از همون جمله باشین مرحمت و در غیر این صورت ما زنگ شما را قطع میکنم. نه از رجل، ما فقط مخالف همین رژیم پشوای در ایمو تماس بگیرین. خیر. خب سلامت باشه برادرایی که در استودیو با ما هستین. من نمیدونم، من آخر سخن کنم. خب برادر خدا نگهدارت. بفرما برادر.